سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که هفته ورزشی خیلی خوبی و پشت سر گذاشته باشین و همه چی خوب باشه. موضوعی که الان امروز میخوام باهاتون حرف بزنم در مورد ریکاوریه. توی ریکاوری توی ویدیوهای گذشته با هم صحبت کردیم، ولی چند تا نکته خیلی مهم هستش. ببینید، واژه ریکاوری به این معنی نیستش که من به اسب استراحت بدم، بخوام که بعد تمرین کارشو کم بکنم یا حالا هر چیزی. ریکاوری یعنی این که من اسبمو آماده بکنم برای تمرینی که در پیش رو داره. گاهن میتونه ریکاوری به این معنی باشه که به طور مثال شما سوار اسبتونین، امروز خیلی باش انتقالی کار کردین، خیلی تمرکز رو دهنش، ارتباطش، نرم بودن و نرم کردن سر و گردن و پشتش کردین و میگیم که واسه فردا واقعا دیگه نمیخوام بیارم روی اون دهنش فشار بیارم، دیگه میخوام ولش کنم دیگه. فردا یه حالت ریکاوری به این واژه که یه حالت استراحتی بهش بدم، با دهنش کاری نداشته باشم. ولی خب اون اسبه باید، چون حالا به دلیل شرایط یا خوراک یا سنی که داره ممکنه جوون باشه، اون اسب باید کار بکنه، اون اسب باید انرژی صرف کنه. چون اگر یه روز یا دو روز سطح ورزش رو بیارم پایین، خیلی سرحال میشه، منو زمین میندازه یا حالا هزار تا مشکل دیگه. این فقط یه مثاله ها. ممکنه که بیان چیکار کنین، میگه اوکی من امروز میام بهش فقط یه کلگی سراخور میزنم با یک بند لنج و فقط توی زمین لنج 20 دقیقه تا نیم ساعت فقط لنجش میکنم که این فقط فعالیت خودش رو داشته باشه، حرکت خودش رو داشته باشه. چه بسا که سرش رو بتونه راحت بالا بگیره، راحت گام بزنه، یه ذره پشتش رو چیز کنه، فعال بکنه، یه ذره اصلا راه بره، یه ذره اصلا ممکن جفتک بزنه، بازی کنه. در صورتی که من میدونم حدوداً 60-70% سوارکارا و مربی‌ها اینجوریه که فردا اگه قرار لنجش کنیم، نه این باید کار کنه، بهش بغل بزن، شامبون بزن، ابزار بزن، این سرش رو جمع بکنه، بگه میشه یه روز اگر اسب از باکس میاد بیرون، حتما باید توی این پوزیشن آن د بیت به دهنه بودن، توی اون پوزیشن قرار بگیره، رولش بکنیم، سرش رو خم بکنیم، پشتش کار کنه هر روز. نه، این واقعا این حرف اشتباهیه. شما با همین جدا از به دهنه کردن، این که همین که بحث اون ریکاوریه، همین که شما به اون اسبه یه استراحتی میدین از نظر دهنش، از اون پوزیشن عضلاتی که درگیر بوده دیروز، امروز یه ذره کمتر کار میکنین، خودش ریکاوریه. و این نیستش که آقا چون من میخوام ریکاوری کنم امروز بریم گشت. خیلی وقت اصلا خود گشت رفتن و حک رفتن بیرون از باشگاه، قدم رفتن، خودش یک برنامه حوازی به حساب میاد، خودش چربی سوزه و گاهن خود این ممکنه باعث خسته شدن بیشتر اسب بشه. چرا؟ چون سیستم حوازی، ریکاوری سیستم حوازی بین 48 ساعت تا 72 ساعت طول میکشه. 48 ساعت تا 72 ساعت طول میکشه که یه برنامه شدید حوازی مثل یورتم چارنلی که یه روز رفتیم و از کاملا خسته است، طول میکشه تا دوباره به اون انرژی اون روزش برگرده، یعنی بدن کامل خودش رو ریکاوری کنه. وقتی شما مثلا میرین گشت 1 ساعت 45 دقیقه 50 دقیقه، دوباره انگار داری باش حوازی کار میکنی و فرداش سوارش میشی و میگی خب حالا بذار دوباره رنکولان بزنیم، دوباره با اون آبخوری سوارش هم نرم هست، ببینی نه امروز سفت‌تر شد، بذار مهمیزمو ببندم، یه شلاقی بزنم، یه ابزاری بزنم، سرش رو جمع بکنم. در صورتی که شما به این اسب ریکاوری ندادی، شما به این اسب استراحت ندادی، داشتی دوباره با اون عضلاتی که درگیر بوده، با سیستم متابولیسم اون داستان حوازی که مدلی که اون سیستم کار میکرده دوباره ازش استفاده کردی و دوباره این ریکاوری از 2 روز میفته اونورتر. اگر قراره تمرین حرفه‌ای‌تر، اگر قراره تمرین داشته باشی که به اسب یاد بدی، یعنی توش آموزش باشه، درس جدیدی باشه، خب این دیگه ریکاوری اسمش نیست. پس ریکاوری اینه که ما اصلا بتونیم آمادش بکنیم و گاهن پادوک رفتن، گاهن 2 روز استراحت دادن. این ممکنه یه روز شما لنجش کنید و فرداش هم گشت برین.
اینجوری نیستش که آقا من اگه یه روز اسب گشتم فرداش بعد حتما سوار شم، اگه از امروز لونچ شد فردا حتما بعد سوار شم. نشه یه روز 2 روز سوار نشم. ممکنه یه روز 2 روز سوار نشین، ممکنه یه روز 4 روز از تو پادوک باشه، یه هفته تو پادوک باشه و اون بستگی به اون حس شما و اون شرایط اسب شما داره. ببینید چیزی که توی سوارکاری و تربیت مهمه اینه که یه نکته خیلی مهم، بیشتر نمیتونین به اسبتون چیزی یاد بدین. حالا یک جمله کلیه این که آقا من هر روز بشینم رو اسب و بخوام که همه چی بهش یاد بدم و بگم خب بعد 6 ماه اسب آماده است برو المپیک. نه، همچین چیزی نداریم. اوکی. بعد از اینکه حالا ما به یه درسی رو به اسب یاد دادیم، نکته‌ای که خیلی تو تربیت اسب مهمه اینه که اون چیزایی که ما بهش یاد دادیم در ذهن اون اسب عمیق بشه. عمیق شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه شما از 5 بار درخواستی که از اون اسب می‌خواید برای انجام اون تمرین 4 تا 5 بارش رو درست انجام بدید. میگن درس عمیق شده. نه اینکه شما 5 بار تکرار کنین، یه بار یا 2 بار، اونم 2 بار آخر رو درست انجام بده، یعنی عمیق نشده. اون درس رو بعد، یعنی شما وقتی میشینی یه چیزی از اسب می‌خوام دقیقاً سریع بفهمه منظور شما چیه و بتونه سریع انجامش بده. نیازی به یادآوری و ریکاوری و اون میدونی حالت توضیح دادنه نباشه. پس ما یک سیستم عضله سازی داریم که بدنه و یه سیستم منتالی داریم، یه سیستم ذهن اسبه که گاهن اگر ذهن آماده نباشه بدن هم همراهی نمیکنه و حتی گاهن برعکس. اگر عضله آمادگی خودش نداشته باشه، ریکاوری درست نشده باشه، شما وقتی میخوای به چیزی یاد بدی اون از توانایی اجراشو نداره و اینجوری میشه که شما میگین آقا آره من بهش استراحت دادم اینجوری شد اونجوری شد. میگین خب ذهنش چه خبره؟ مطمئن باشید اگر اسب یک درس رو با کیفیت یاد بگیره محاله یادش بره. مثل دوچرخه سواری، وقتی شما دوچرخه سواری یاد میگیرین محاله یادتون میره. من دیگه نمیتونم دوچرخه سوار شم دوباره، یا مثلا 5 سال دوچرخه سوار نشم الان سوار شم میخوام زمین. نه، با یه کوچولو سواری کردن سریع می‌دارین دوچرخه پا میزنین و خیلی راحت. و اینجوری نیستش که بخواد کلا یادتون بره بخورین زمین همون دقیقه، مثل روز اولی که بچه بودین سوار دوچرخه میشدین. و از نظر من اینه که تربیت اگر عمیق بشه، حتی اگر شما 2 هفته اسبو بخوابونی بعد که سوار میشی میتونه 60% تا 55% اون کار رو با کیفیت بده، مگر اینکه دیگه عضلاتش آماده نباشن. یعنی قشنگ 60-70% میتونه اون کاریو که شما ازش میخواین رو انجام بده از نظر ذهنی. اون بقیش دیگه بدنشه که حالا به خاطر استراحت یا هر چیز دیگه توانایی تکرار نداشته باشه. مثلا شما یه تمرینی و ژیمناستیکی انجام میدین، هر بار که میپریدین 5 سانت 3 تا سوراخ یا حالا 6 سانت میبردین بالاتر و نهایتا میرسین مثلا به مانع 135. حالا اسبتون بعد 2 هفته استراحت میخواد همون کارو کنه، نه دیگه توانایی اون کار ندارن یا اسب کثیف شده، اسب مانع میزنه. اون عضله اون خسته است. این نیست که اسب کثیف شده یا بخواد مانع رو بزنه، اون اسب خسته است. یه ذره همه رو کلی گفتم که اگر بازم سوالی چیزی دارین بپرسید و بیشتر در مورد بحث ریکاوری با هم صحبت بکنیم. ریکاوری بحث خیلی مهمیه که توی ویدیوها در مورد جدول برنامه‌ریزی اسب، جدول نمودار تمرین هفتگی صحبت کردیم، چقدر ریکاوری بدین و اینکه به موقعی که اسبتون بعد از ریکاوری اون انرژیش فول میشه، یعنی خستگیش رفت میشه، بعد تمرینتون رو شروع بکنید. اگه خیلی فاصله ریکاوریتون و فاصله تمریناتتون زیاد باشه، همیشه اسبتون پتانسیلش خط صافی میره و میبینید اون پتانسیل پیشرفت نکرد. و اگر همیشه تمرینتون فشرده باشه اوورترینینگ میشه و اسب میاد پایین و میبینید که هرچی بیشتر کار میکنین اسب داره مشکل تاندون پیدا میکنه و هر روز که سوار میشین مجبورید که مهمیز بزنین، درگیر بشین و 1 ساعت وقت بزنین تا اسب رو نرمش کنین و گرمش کنین. و بعضی وقتا مثلا وقتی سوار میشین اصلا اسب یه کاری میکنه که شما اصلا انتظار اونو نداشتید. این همش به خاطر اوورترینینگ است، به خاطر اینکه به موقع تمرینتون رو بعد از ریکاوری شروع نکنید. اگه اون فیلم رو ببینین کامل متوجه میشین و اگرم سوالی در مورد هر جای ویدیو داشتین بپرسین، چون ما نکته ها فقط من در مورد نکات صحبت میکنم و هر نکته‌ای هم خودش کلی داستان داره. اگر هر جا سوال دارین برامون کامنت بذارین، من حتما به همشون جواب میدم. موفق باشین. مورد خیلی مهم اینه که اگه شما به باشگاه ورزشی رفته باشین، مربی شما هر روز به شما تمرین بالاتنه نمیده.
خلاصه بدن شما به عنوان یک بدن ورزشکار قسمت‌های داره، بالا تنه، سرشونه، گردن، پا، ساق داریم و وقتی که میرید باشگاه روی هر دسته از عضلات، مثلا بالا تنه، نمیدونم بازوها، پا یا از این مدل‌ها، شما هر هفته میتونین 2 بار روی اون دسته از عضلات کار بکنید. مربی فوکسش روی هر دسته از عضلات 2 بار در هفته است که معمولاً بین هر تایمی که مثلا شما پا کار میکنین 4 روز بعدش دوباره میان تمرین پاتون تکرار میشه. فرداش دوباره مثلا میرین تمرین بالا تنه انجام میدین، بعدش میرین تمرین مثلا سرشونه، بعد میرین تمرین بازو، بعد میرین مثلا ساق، و دوباره بعد از 4 روز میان سراغ پاهاتون، حالا اون رونتون یا حالا پشت پاتون به اون دسته از عضلات. پس اینی که شما ممکنه هر روز باشگاه برین ولی دسته عضلاتی که شما درگیرش میکنین متفاوته. توی به دهنه بودن و اسبی که داره کار میکنه و برنامه ورزشی داره، ریکاوری باید به اون دسته عضلات هم درگیر بشه. این داستان که من هر روز حتی اگه گشتم میرم اسب و سرشو جمع بکنم، آقا برو پایین بعد حتما کار بگیره، میشه اسب هر روز درگیر یادگیری باشه، هر روز یاد بگیره. کنکوره، بگه امتحان حساس جهانیه که حتما بعد 24 ساعته بخونه. امسال 1 سال بخونم، امتحانمو که دادم دکترامو قبول شدم، دیگه مثلا روزی 10 ساعت درس نمیخونم، روزی 2 ساعت درس میخونم. این اصلا همچین چیزی نیستش که من همیشه اسب وقتی که یه سوارکار نشست روش مجبور بشه که سرشو بگیره پایین. نه، اون باید یاد بگیره با من همکاری کنه. من وقتی میبرمش گشت دوست دارم که طبیعت رو ببینه، ترسش بریزه، مخصوصا کره ها. خیلی رو کره حساسن، نه سرش پایین باشه به دهنه باشه سرشو بکنه پایین، اون پوزیشن توی گشت مهمه. آره آقا درسته، اسب سرشو بگیره پایین توی اون پوزیشن گام برداره، پوزیشن خوبیه، کسی نمیگه پوزیشن بدیه، ولی اینکه تو گشت دیگه اومده استراحت بکنه، اومده از راه بره، سرشو بکشه توی طبیعت، گام بزنه، نگاه بکنه، اگر چیزی میترسه، پرنده‌ای رد میشه ترسی داره، یه ذره ببینه، چشش کار بکنه و راحت باشه، میدونی عضلاتشو بکشه. قرار نیست که من توی لنجم از ابزار استفاده میکنم، سر اسبو جمع میکنم، پشت اسبو درگیر میکنم، سوار میشم پشت اسبم درگیره، گشت میرم پشت اسبم درگیره، هر کاری میخوام بکنم پشت اسبم درگیره. آقا اون عضلات پا، دور محور لگن، دور محور عضلات پا، پشت اسب، کمر اسب و کتف، گردن، شونه، اینا یه دسته عضلات، ما قرار نیست هر روز روی اونا فوکس داشته باشیم. به خاطر همینه که من اومدم توی ویدیو یک حالا دیگه در مورد دسته از عضلات صحبت کردم. عضلات کند انقباض، عضلات تند انقباض. اگر هر کدوم از اسباتون توی یه قسمتی، حالا توی یکی پاش ضعیفه، یکی جلوش ضعیفه، یکی بالا تنه‌اش ضعیفه، یکی تعویض دستاش ضعیفه، یکی تو اکسرا مشکل داره، یکی تو کامبینیشن ها مشکل داره، یکی آخر مسابقه مشکل داره، یکی تو مسابقات چند روز پشت سر هم مشکل داره. ببین آقا این کدوم عضلاتش درگیره، حالا یا سیستمش درگیره و چجوری ازش انتظار داشته باشم که بهش ریکاوری بدم. اگه اون دست عضلات جزء دست عضلات کند انقباضه، مثل عضله کمر، اگه کند انقباضه، من تمرین بعدی که دوباره فشار میارم رو کمرش، لانگلو میخوام زیاد برم یا یورتمه کشیده به دهنه بودن زیاد برم، یا این چیزی که اسبو کلا فشار بیارم روی اون عضله زیاد برم، نباید 2 روز پشت سر هم باشه دیگه. نباید اون 2 روز پشت سر هم اون فشار رو کمر اسب بیام حالا کشیده راه برو، نه، اون عضلات کند انقباضه. پس امروز اگه کار کردم خسته شدم، سیستم هوازی بوده، پس بعد حداقل 48 ساعت تا 72 ساعت بهش استراحت بدم، دوباره برم سراغ اون دسته از عضلات. فردا میتونی سوارشی به دهنش بکنی ولی قرار نیست دوباره کشیده بری و کار. میتونی دایره بزنی، میتونی حتی میتونی ژیمناستیکی بپری، چون ژیمناستیکی بی هوازیه، میتونی تیرای رو زمین بری، خیلی راحت میتونی کارهای دیگه بکنی با عضلات دیگه. و این تفاوت این عضلات رو فهمیدن و سیستما رو فهمیدن مهمه و انتظار شما رو به جا میکنه. آقا من کی این تمرین رو دوباره ازش بخوام؟ این خیلی وقتا ما سوار میشیم همش با مهمیز و فشار و بعد خیلی سوار میشن میگن آقا این سوارکار خیلی سوارکار خوبیه، این میشینه رو اسب. آقا میشینه رو اسب رو میچلونه، با سوارکاری که میشینه با کمترین فشار اون اسب رو میاره تو اون پوزیشن و شما لذت میبری از سواریش فرق داره. اون طرف داره با زور و پا و دستش قوی شده، انقدر اسبای متفاوت آورده تو فشار و حالا با مربیای کار کرده که آقا میشینی اسب تو بچلون و فلان کن دیگه، انقدر حسش قوی شده که آقا من بشینم فقط دهن اسب رو سرویس کنم. نه، ما هدف اینه که باید همکاری داشته باشیم، چون تو مسابقه پرش یه جایی شما اشتباه می‌کنی اسب بعد حمایتت کنه،
و اون باید بخواد با تو حال کنه و این باعث لول اپ شدن میشه. میدونی درسته ما صحبت کردیم که هر اسبی رو باید به اون ماکسیموم حد خودش برسونیم، ولی چقدر قشنگه تو شما ماکسیموم اسبم افزایش بدی و این کار خیلی خیلی دشواریه که فعلا نمیخوام در موردش صحبت کنم، ولی بحث اینه که روش بهتری همیشه وجود داره. این نیستش که من سوارشم همیشه تو هر موقعیتی اسب رو بخوام بچلونمش، فشارش بدم، کارش بکنم. اون دسته عضلات نیاز به ریکاوری داره. من اگر امروز ژیمناستیکی پریدم، میتونی فردا گشت بری، میتونی نمیدونم فردا زدن حتی باش کار زمینی بکنی، حتی لنجش بکنی، چون سیستم هوازیه، بی هوازی بوده این هوازیه و بعد ببینید چقدر از اسبت انتظار داشته باشی. ولی اینکه امروز پریدم فردا دوباره بپرم، نه این دوره نمیشه، این جور در نمیاد، تو هم نیست. همینجور که خیلی 2 روز پشت سرم پارکور نمیکنن، همینجوری 2 روز پشت سرم نمیشه کارهای هوازی خیلی شدید کرد. هوازی شدید اون شدت تمرین هم مهمه و این مجموعاً میشه بحث ریکاوری که شما فوکس کنی رو تمرین، شدت تمرین، چقدر اون تمرین رو انجام بدم، چقدر تکرار کنم که اون شدتش هم میشه، این با هم توأمه، کی انجامش بدم، چطوری انجامش بدم، اصلا چرا باید انجامش بدم. و همین سوالاییه که شما بعد زمانی که تمرین انجام میدی پیش خودت پاسخگو باشی، من چرا این کارو دارم میکنم. و اگه تونستی جواب بدی، اون موقع است که ترینری و هر اسبی که دادن بهت و شما مسئول تربیتش شدی، میتونی تصمیم درست رو در زمان درست بگیری. موفق باشی.